من دوستش دارم به خاطر خود مردم همین صوفیا پنج پیر یعنی پنج مذهب در حالی که پنج پیر یعنی پنج شیر پنج قریه این یک معنایش است نیست که این نفر پنج مذهب داشته باشه با پنج پیر اشاعت توحید نام دارن نسبت به سلفی ملفی تفاوت می‌زنن اشاعتی ها عموما مذهبی هستن کلی مسائلشون جمع کنید 4-5 تا نمیشه 4-5 مسئله که جنجال دارن تحقیق علمی دارن جنجال دارن دیگه کدام که اضافی و نداره که ما رو به مذهب بگیم یا به دین بگیم چیز اینا هم کردن دلیل اصلیش با شما نمیفهمم سنتون کم است در بارا پیر جواب دادم سیفی ها منم یادم درست سیفرامون داشت هرچی کندوز بود و شما بخورد است دیگه 20 سال پیش در بارا بودی بشه آرش کردم پاکستان که آدم بود خداستون شرمگاه از ما پیدا شدیم شاید همین خدا باشه حضور سال یک نفر احترام کردن میگم این پاکستان هندوستان میشه باز بعد از اون پسر وطن میگم حالا کسی مفتی مولا شاکر میگن فعلا ممکنه حدیث شده در صفحه پاکستانی مثلا بازار داغ داره یعنی اول یک مذکر بود بعد اشاعت شد بعد سلفی شد از این دسته چهار ممکنه حدیث سانسوری کرد حالا مفتی مولا شاکر وحدان بود در پالوی هم پیش روی باران که دور زندگی میکنه وضعیت جدید بازی سفارایی کرد راضی ویفتیم جور کردن از امریکا در گفتن بالاخره به جنگ نظامی کشید مفتی مولا جلسه گرفت شاید 50000 نفر باشه هو جنگ کرد گفت اعلان جهاد وزیر جهاد شروع کردن 76 نفر پیر کشتن 76 نفر پیر کشتن حتی اندرابی موجود که پیر بود و حکومت پاکستانی سهر اونم قبایل میگفتن قنبرخیل باره باز بعد از اون حکومت پاکستان داخله کرد نیز وطن پاکستان بود دور از نگرفت پیر از کشید لاهور بود پیر باره اونجا که بود ماشاءالله بازار از 4 چند گرم شد اونجا بریلویا این بنده پاکستان با اینا یک کشون با پیر اونجا مورد اونجا دفع منزل ها داشت کار منزل داشت کلی جایگاه دولت گرفت منیر بود چی بود بالاخره با دو پیر اینا که 76 نفر کشته شد همین منیر وقتی شهادت بود یعنی شاگرد استاد شیخ بیحیا این از همون روز یا شروع کردن که پنج پیر کافر است پنج پیر است پنج پیر است یعنی در ذهن و در دماغ حتی اماراتی‌ها همین باور هستن که پنج پیر مردم خوب نیست اینا در ذهن مردم انداختن که پنج پیر است اگه نیک اون بپیدا اصلی بنیاد سیاسی داره درست بنیاد سیاسی داره یک دو سه مسئله شاید دو مسئله یا سه مسئله بوده واقعا انجام میکنه علمی و این امام وظیفه و شاگرداش اختلاف هم داره از خاطر بسیار کساد وطن ما بودن حساب 15 سال پیش میگم وقتی که ما از زندان کردیم 20 چند سال میشه خدا حتی شما رو برای جوان اومد و یا که معرفی کردیم حتی گریان کردن از پیشانی بوسیدن که اگر شما یه گپ نمیزدین ما یار کافر میدونست یکی پنج پیر کافر میدونستیم از بس که می صوفی در دل جهان داخل بود باز مرا که زورشان نمیرسه در دلیل این پنج پیر ما وقت بسیار غصه شدم من رحمان فاطمی یک کاستی سرها رو یا بلکه لک ها رو باز من مفتی هرات زنگ زدم که رحمان فاطمی رو که برام زنگ و رحمان فاطمی زنگ زد سلام کلام کردم تو مورد مناظره میکنم تو گوش میگیری تو مخاطب باش ما رسیم اون تو که بیان کردیم اصول مندی که ما اصول پیامبر برابر هستیم چیزایی که تو اصول بود خودت تو رفتی اصول گم شد دیگه تو اصول سر ابن نجیم رفت که صاحب رحمت است سر ابن نجیم که رفت کردی تو خبر نداری که اون شیخ یحیی نیست لگ پیدا دارم من شخصا از مدافعان ابن نجیم است تو عجب دلیل گفتی که خداوند میگه الرحمن علی العرش استوى و اونجا گفتی که ابن نجیم کسی بگه خدا در مکان است کافر میشه ولی عشق کلمه مکان نیست عشق کلمه مکان نداره و اگر تو میخوای بگی که الله به مکان است یک نس جدا کار است همین که پاکی زدم ایجاد که خود راست میگی وقتی میفهمی بزرگوار یعنی استوا در فرمول عربی رو فعل ماضی میگه اگر شما امیر خواسته باشین بگین الله بر عرش مستوی است یعنی تو نظریه رو بگین نس جدا میخواد ما تو نس نداریم گفته باشه که الله بر رحمان مستوی است گفته استوا این استوا رو به مستوی بدل کردن اجازه نیست این ظریف هستن یا 16 دقیقه ما گپ زدن 5 دقیقه گپ اجازه ندادم گفت اگر دیگه مرا کافرم گفت صدای مرا شنیدی دار بزن دیگه گفت نمیگم خبرت کردیم وای خلاص با شیخ گفتم زنگ بزن هیچ شمارهش نیافت رفتم هرات رفتم فاریاب رفتم بدخشان از جا که برگشتیم که یک روز در سفر کجا میرفتم که کتی جاوید گپ میزدم جگرخون شدم بچه‌ها رو گفتم به هر قیمتی میشه شماره شیخ پیدا کردم باز گفتم مزاح کرد گفتم من تیار است باز معذرت کردم گفت که بیخی سیدی اصحاب مرا خطا کردن من گفتم هیرو کسی میاد بچه‌ها که تو کتی جاوید سفر یک کار کریم سیقل میگه یک بحث داشتم در حرمت مصاهره و رد کردم بله با تمام دوستا مشوره کردیم من گفتم من کو گپ نمیزنم من یک جوان هم شما رو ودمینا رو بگیم که میاد رد کنه گفتم میرم نکنید این گفت چی بیا خلاص است ولی اون جایی که از بخاری دلیل میگه فقط یک خط پشتش دلیلی نیست باز دلیل از یارو بخاری جاش گرفت از جای شیدا کرد بازم دلیل کی پیش کرده بخاری میگه مرسل و به اصطلاح بخاری و مسلم مرسل دلیل نمیشه به اصطلاح ما دلیل میشه بقول آخر عارفی که در تخار است بله رضا عارفی با مواد دادم کاتبی گفتم کلیپ با او کلیپ جور کرد بله مخیل انصاف نه جور کرد با نشر اجازه نشد گفتن اما گفت که اون گپ نزنه
این خلاصه با وجودی که این مسلمات ما را رد کرد بسیار بی‌عقلی کردم تو چیزی را که ما در کل دنیا تسلیم شده و فقه ما هم را رد کرد مگر دوستا به من اجازه نداد که ما خودم ندادم محمد رضا عارفی را اجازه نداد اگر اون کلیپ جور کرده گفت که او جناب سید قلسوی شیخ خود میگه چرا نخوندی اون کی شیخ دلیل نداره امر اجازه ندادن باز باقی اون بحث ادبیات بود اگر دیده باشین ادبیات پانتون نگید یه جنجال شده مثلا ادبیات پانتون رو چطور نگید و در اونجا کسایی که سمت دکترایی داشت ما عرض دادن اون رو بنوشته رفت و احمد شهرام سیستم مؤسسه استاد احمد شهرام اون که کلیپ من با اومد دیدم که نمیشه دیگه حالا خب بانک برای کلیپ 4 بار خیلی کردیم بله تعقیب کردیم علمانه بله تمام آتش دنیا را خاموش کرد شهرام چیزش حذف کرد اما دام خانه معذرت کرد کامل حکیمانه بله شیخ گفتم شیخ دیگه نمی شیخ شیخ از نزدیک در جمهوریت یک دوره کرونا گرفته بود بسر اما زنگ داده بود یک دوره دیگه هم زنگ داده بود جمعاً در 15 سال شاید 3 دوره زنگ داده باشم اما او هم زنگ داده بعد مورد لیکن از نزدیک ما تا هنوز ندیدیم ما چون یک آدم عالی مستی بی عقل آدم جاوید یک بنده پرست آدم اصلا تا بگه خد پیر یعنی خب بزرگ است یعنی خب پیر در دوز گشت و کافر میشه بزرگی خداوند در دون تمام نمیگه بله نمی اون شیخ رحمه الله رضوان که تو پلاس بله رحمان 7 سال شاگرد شده دست شده فاصله کرد 7 سال به مناسبت دست دادن دنیا رو بله بسم اسباب همین جمعه گفتیم مولوی صدایت دیدن همین رقم بعدم خانه شهید ساختن شیخ صاحب آقا پس پیش نمیشه اگه ما مگه مسئله است نام اعتماد نداریم اگه مسئله جوان بیچاره محب هستن